رقابت پهلوانان وزنشون تا 50 کیلو آغاز گردید. عیسی مسیح خلعت سفید دارد. از شهر دوشنبه زاده خراسان است. امینزاده سیدعلی خلعت کبود دارد از ناحیه مسچاه. مربیانش فریدون میرزا جاوید امیدوارند. به هر دو جمشید خلیلوف داور درجه جمهوریوی شیدادو. عیسی مسیح به پیش می رود. تور در زمین. تور در زمین و پهلوان مسیحی چندان خوب انجام نیافت. وضعیت چندان هم مشکل نبود. عیسی مسیح مبارزه را در پارتر به نفع خویش انجام نداد. نورسان سالهای تولدشان 2010-2012 در این مسابقه برای دریافت جایزه میرزا حکیم امید شرکت ورزیدند. کمربند را قپیدند در کار. پهلوان مسیحی اکنون حالا را صرف نظر میکند از میدان بیرون شدند. عیسی مسیح چی کار میکنه؟ رقیبش خیلی حریفی سرسخت قوت از میدان بیرون نشدند. ادامه تلاش حالت مشکلی. سیدعلی برطرف کرده شد. کمربند را به ترتیب درست می‌درارد عیسی مسیح و بعدا گوشی می‌گیرد. سیدعلی خلعت کبود دارد. پهلوان میزبان وضعیت باز هم مرکب‌تر می‌شود برای سیدعلی. اکنون پهلوان مسیحی فرصت دارد، امکان دارد که کار را در زمین تیز کند. لحظه توقف هم بود. امر داور رو به نظر گرفتند. اشاره مته کرد. استید. این حالت عیسی مسیح رقیب را در فرصت مناسب دریافت. در این وزن عیسی مسیح برنده فدرالیتی شد. سلام کردن لازم است. سیدعلی در این دیدار بسیار هم نگران است. شکست خورد. Olacağın nasibi, ama yanında işaret mükemmel, İslam Masayı.